بچه‌های قدیم یادم ما بچه بودیم، یه بزرگتری اگه فوش زشتی چیزی به ما میداد سری کف دستامون نشونش میداد، میگفتیم آینه هر چی میگی به خودت باش. والا بچه‌های امروزی چی بهشون میگی در جواب چیزهایی بهت میگن معنیش باید بری از بابات بپرس. از خودمون میام شیوه‌های تربیتی ابداع میکنیم، بعد میگیم بچه‌ها چرا اینجوری شدن. یکی از رفقا میگه به این داداش کوچیکم یاد داده بودم وقتی که دستشویی داره نگه دستشویی دارم زشته، بگی میخوام بخونم. یه رمز باشه بین من و داداش. میگه به همین منوال گذشت و هر وقت این میگم میخوام بخونم میبردمش دستشویی. تا یه شب دایی ما از شهرستان شب خونه ما مهمان بود و همونجا خوابید اتاق داداش من. داداش کوچیک منم ساعت 2:30 نصف شب بیدارش کردم، دایی میخوام بخونم. دایی از همه جا بی خبر ما گفته بود دایی جان نصف شب همه خوابن، حالا اشکال نداره آروم بیا در گوش خودم بخون. خلاصه میگه خدا رفتگان شما رو برگردونه. عفونت گوش بیشتر از 7-8 ماه دوام نیاورد، مرد.